او در پیمودن راه حقیقت و سلوک در طریق الهی دارای عزمی راسخ و همتی والا بود. به همین جهت کلام و نگاهش هر شنونده و بیننده ای را متأثر می ساخت. در این زمینه حکایت‌های متعددی نقل شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم. آیت الله نجابت شیرازی در شرح گلشن راز می‌نویسد: آقا شیخ مجتبی لنکرانی یک زمانی برای بنده نقل کرد که شیخ علی قمی با پدر من همدرس بود. آن دو از خوشپوش‌های حوزه نجف محسوب می‌شدند، یعنی بهترین لباس‌ها را اینها می‌پوشیدند. چون درسشان هم خیلی خوب بود، در حوزه نجف مورد اشاره دیگران بودند که درس را خوب می‌فهمند. به هیچ کس هم اعتنایی نمی‌کردند. یک روز آخوند ملا حسین قلی در صحن نشسته بود. در همین حین آقا شیخ علی قمی از در قبله وارد حرم می‌شود. آخوند ملا حسین قلی 1 دقیقه در گوش او صحبت می‌کند. چه گفت خدا می‌داند. دیگران هم نفهمیدند. شیخ علی قمی عقب برمیگردد. با فاصله اندکی تمام لباسهایش را عوض می کند. توی درس هم افل میزند به دهنش. یعنی این لذت سخن گفتن در درس از سرش پریده بود. لذت لباسهای پاک و پاکیزه و گران قیمت از سرش پریده بود. تا آخر عمرش که او را می دیدیم تمام لباسهایش کرباس بود. ملا حسین قلی همدانی در یکی از سفرهای خود با جمعی از شاگردان به عتبات عالیات می رفت. در بین راه به قهوه‌خانه‌ای رسیدند که جمعی از اهل هوا و هوس در آنجا می خواندند و پایکوبی می کردند. آخوند به شاگردانش فرمود یکی برود و آنان را نهی از منکر کند. بعضی از شاگردان گفتند اینها به نهی از منکر توجه نخواهند کرد. فرمود من خودم میروم. وقتی که نزدیک شد به رئیسشان گفت اجازه میفرمایید من بخوانم، شما بنوازید؟ رئیس گفت مگر شما بلدی بخوانی؟ فرمود بله. گفت بخوان. آخوند شروع به خواندن اشعار ناقوسیه امیرالمؤمنان علیه السلام کرد. آن جمع به گریه در آمده و به دست ایشان توبه کردند. یکی از شاگردان میگوید وقتی که ما از آنجا دور می شدیم هنوز صدای گریه آنها به گوش می رسید. شخصی به نام عبد فرار، یعنی عبد بسیار گریزان از اراذل و اوباش شهر بود که مردم او را در ظاهر احترام می کردند تا از آزار و اذیت او در امان بمانند. این فرد شرور اگر میل به چیزی پیدا می کرد یا دوستدار مالی می شد، کسی نمی توانست او را از دستیابی خواستش باز دارد. مردم شهر از دست او در آزار بودند. در یکی از شبها که آخوند ملا حسین قلی همدانی از زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام باز می گشت، وی در مسیر راه او ایستاده بود. عارف همدانی بدون هیچ توجهی از کنار او گذشت. این بی‌توجهی آخوند بر ایشان سخت گران آمد. از جای خود حرکت کرد تا این شیخ پیر را تنبیه کند. دوید و راه را بر او بست و با لحنی بی‌ادبانه گفت هی شیخ، چرا به من سلام نکردی؟ عارف همدانی ایستاد و گفت مگر تو چیستی که من باید حتما به تو سلام می کردم؟ گفت من عبد فرارم. آخوند ملا حسین قلی به او گفت تو از خدا فرار کرده ای یا از رسول خدا؟ و سپس راهش را گرفت و رفت. فردا صبح آخوند ملا حسین قلی همدانی درس را تمام کرده رو به شاگردان نمود و گفت امروز یکی از بندگان خدا فوت کرده. هر کس مایل باشد بیاید به تشییع جنازه او برویم. عده‌ای از شاگردان آخوند دیدند آخوند به خانه عبد فرار رفت. آری او از دنیا رفته بود. عجبا، این همان یاغی معروف است که آخوند از او به عنوان بنده خدا یاد کرد و در تشییع جنازه او حاضر شد. به هر حال تشییع جنازه تمام شد. یکی از شاگردان آخوند به نزد همسر عبد فرار رفته و از او سوال کرد چطور شد که او فوت کرد؟ همسرش گفت نمیدانم چه شد. او هر شب دیر وقت با حال غیر عادی و از خود بی خود منزل می آمد. ولی دیشب حدود 1 ساعت بعد از اذان مغرب و عشا به منزل آمد و در فکر فرو رفته بود و تا صبح نخوابید و در حیاط قدم می زد و با خود تکرار می کرد عبد فرار
تو از خدا فرار کرده ای یا از رسول خدا؟ و سحر نیز جان سپرد. عده‌ای از شاگردان آخوند فهمیدند این جمله را آخوند ملا حسین قلی همدانی به او گفته است. چون از او سوال کردند، ایشان فرمودند من می‌خواستم او را آدم کنم و این کار را نیز کردم، ولی نتوانستم او را در این دنیا نگه دارم. کرامت نفس و بزرگواری ایشان از جمله خصلت‌هایی است که در شاگردان و یاران او نفوذ کرده بود. در این مورد علامه تهرانی از نوه آخوند نقل می کند در یکی از سفرهای زیارتی که آخوند با اصحابشان پیاده به کربلا مشرف می شدند، در راه زنان بیابانی اموال ایشان را غارت کرده و هرچه دارند می رو بایند. سپس که عارف همدانی را می شناسند به حضورشان آمده و هرچه روبوده بودند تقدیم کرده و معذرت می خواهند. آخوند ملا حسین قلی فقط کتاب‌های وقفی را که روبوده بودند پس می‌گیرد و بقیه کتب و اموال را نمی‌گیرد و می‌فرماید به مجرد سرقت من ایشان را حلال کردم. چون راضی نشدم به واسطه من خداوند کسی را در آتش دوزخ بسوزاند و نمی‌خواهم به خاطر من لقمه حرام از گلوی کسی پایین برود و موعظه در او بی اثر باشد. آیت الله حسن زاده آملی می‌فرماید حضرت آیت الله ملا حسین قلی همدانی بعد از 22 سال مجاهده با نفس و صبر و بردباری نتیجه گرفت و آنها که دیر نتیجه می‌گیرند پخته‌تر می‌شوند. باید صابر بود و یکی از کمالات آخوند صابر بودن اوست. آیت الله آقا سید علی عرب که حدود 11 سال ملازم محضر آخوند ملا حسین قلی همدانی بود، در مورد حالات و کمالات استاد خویش میگوید روزی به قصد زیارت امام حسین علیه السلام همراه آن بزرگوار وارد حرم مقدس شدیم. آخوند ملا حسین قلی همدانی مشغول نماز زیارت شد. به علت ازدحام جمعیت بدن آخوند هنگام نماز مقداری تکان میخورد. آنجا آقا شیخی از اهل مازندران بود که آخوند را نمی شناخت. گفت این آقا چرا موقع نماز طمأنینه لازم را ندارد؟ من در پاسخ گفتم ایشان پیرمرد است. نماز هم که نماز مستحب است. او قانع نشد و تصمیم داشت مطلب خود را به خود آقای آخوند متذکر شود. رفت خدمت آخوند و عرض کرد آقا هنگام نماز بدنتان طمأنینه لازم را نداشت. آخوند متوجه شد که او با زحمت حرف خود را بیان می کند. به او فرمود چرا تذکر خود را با مشکل بیان می کنی؟ شما باید به من بگویید آخوند تو چند وقت از نجف هستی؟ هنوز متوجه نشده ای که در نماز باید طمأنینه را رعایت نمود. تذکر تو بجاست و نباید چیزی مانع آن شود. بعضی از اولیای الهی در این عالم باطن انسانها و صفات حیوانی آنان را می‌بینند و می‌شناسند، ولی از آنجا که مظهر صفت ستارالعیوب الهی هستند چشم پوشی می‌کنند و رازهای مردم را فاش نمی‌کنند. عارف فرزانه همدانی از این چنین عظمت روحی برخوردار بود. شیخ محمد رازی در این رابطه از زبان یکی از شاگردان آخوند نقل می‌کند. ملا حسین قلی همدانی که مربی اخلاق و عالم ربانی و سالک حقیقی و دارای کرامات و صاحب مکاشفات بود، هر وقت به حرم مطهر امیر مؤمنان امام علی مشرف میشد، با آداب خاص و خضوع و خشوع مخصوص میرفت و سر به زیر افکنده و با عجله به منزل خود میرفت. ما از نحوه تشرف آنچنانی و از برگشتن این چنین وی در تعجب بودیم تا روزی در صحن مطهر مراقب ایشان بودم. وقتی به آن کیفیت بیرون آمد و به شتاب رفت، سر راه را بر او گرفته و به صاحب قبر مطهر علوی سوگند دادم که علت آن گونه تشرف و این گونه مراجعت چیست؟ گفت اما آن گونه تشرف وظیفه هر کسی است که عارف به مقام ولی الله اعظم امیر مؤمنان علیه السلام باشد که با کمال خضوع و خشوع مشرف گردد. و اما علت این گونه مراجعت برای این است که اثر تشرف با معرفت و رنگ ولایت گرفتن و باز شدن چشم و گوش ملکوتی است و چون حقایق و باطن اشیاء و اشخاص برایم منکشف می گردد، نمی خواهم چشم من به غیر صورت انسان ببینم
و رازهای پنهانی و عیوب نهانی آنان پیش من فاش شود. دل می‌خواهد سر آنها حتی در پیش نفس من پوشیده بماند. همراهان گرامی، از اینکه این ویدیو از کانال فانوس شرق را تماشا کردید سپاسگزارم. از ویدیوهای دیگر کانال هم دیدن فرمایید. تا برنامه بعد در پناه حق باشید.